بینندگان گرامی، برنامه امروز است با شما من فرزانه شیرینبگ. امروز در برنامه سیل در استرافشان اشتو رودکی زندگی ساکنان را مشکل کرده جان دو دختر جوان را ربود. رزمایش نیروهای واکنشی سریع در مرز از ختلان تا بدخشان. شهروند تاجیکستان برای قتل کارفرما به 22 سال زندان محکوم شد. زادروز حکیم عمر خیام را در تاجیکستان با اجرای نمایشنامه گرامی داشتند. بارش چند روزه باران در تاجیکستان بلایای طبیعی را بر سر مردم آورد. بنابر اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، در جماعت سلطان آباد ناحیه رودکی بر اثر سیل دو خواهر مریم و خیرنسا عبدالله و جان خود را از دست دادند. با گفت سخنگوی این نهاد عارف نظاموف، جسد آنها در حدود دهه قراکمر جماعتی چارگلتپه ناحیه رودکی پیدا شد. همچنین بر اثر سیل در ناحیه‌های اشت و استرافشان راه‌های ماشینگرد و لوله‌های آبگذر ویران شدند. چنانچه سیل در جماعت پنوک ناحیه اشت کمابیش 800 متر لوله آبگذر و بخش از راه ماشینگردی اشت خوجند را ویران کرده و 5 خودروی خرد و کلان را برده است. اداره حالتهای فوق‌العاده استرافشان گزارش می‌دهد که سیل از یک توقفگاه در مرکز این شهر 11 خودرو را برده است. ستاد حالتهای فوق‌العاده در استرافشان و اشت برای رفع عاقبت‌های سیل و دقیق کردن خسارات آن در این ناحیه‌ها کمیسیون تشکیل داده است. صحبت رئیس جماعت پونوک ظفرجان ظاهرجانوف با خبرنگارمان در این باره. نیروهای واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی مرحله اول رزمایش خود را در مرز با افغانستان انجام دادند. بنابر گزارش وزارت دفاع تاجیکستان، رزمایش در قلمرو 6 ناحیه هممرز با افغانستان یعنی شهر توز، پنج، همدانی، فرخار، شوراباد و درواز برگزار شد. با گفت فریدون محمدعلیف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، هدف اصلی مرحله نخست این رزمایش هماهنگسازی عملیات مشترک در برابر حمله ناگهانی گروه‌های تروریستی از جانب افغانستان و مشخص کردن خط دفاعی بود. وی افزود نتایج مرحله نخست روز سه‌شنبه در رزمایشگاه حرب میدان در ولایت ختلان با شرکت وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا بررسی خواهند شد. یادآوری میکنیم که در این رزمایش بیش از 2000 سرباز و افسر از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی شرکت دارند. کارشناسان دلیل اصلی برگزاری این رزمایش را درگیری‌های شدید در ولایت‌های شمالی افغانستان میان نیروهای مسلح آن کشور و تندروان طالبان و دولت اسلامی می‌دانند. از آنجایی که جنگجویان از کشورهای آسیای میانه نیز با این هراس‌افکنان همدست هستند، احتمال می‌رود که درگیری‌ها به مرز و بوم کشورهای آسیای مرکزی نیز کشانده شوند. نمایندگی وزارت کار تاجیکستان در مسکو میگوید کارفرمایان روسی 10 میلیون روبل مزد کار مهاجران تاجیک را پرداخت نکردند. ابراهیم احمدی، سخنگوی نمایندگی وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در مسکو میگوید این نهاد بر اساس شکایت شهروندان در سال 2014 بیش از 23 میلیون روبل دستمزد پرداخت نشده را از کارفرمایان رویانده و به مهاجران برگردانده است. وی افزود برای بازگردانیدن این پول با نهادهای دادگستری روسیه همکاری دارند، ولی متاسفانه تا حال 10 میلیون روبل پرداخت نشده و مذاکرات با شرکت‌ها و کارخانه‌ها ادامه دارد. کارشناسان دلیل سرکشی کارفرمایان روس از پرداخت مزد کار مهاجران را بحران اقتصادی در روسیه می‌دانند. از آن جمله عبدالله دولتوف، کارشناس امور مهاجرت، در این باره چنین میگوید: کنون از خبرهای کوتاه جهان آگاه می‌شویم. دادگاه جنایی قاهره رئیس جمهور پیشین مصر محمد مرسی و 10 تن از پیشوایان گروه اخوان المسلمین را محکوم به اعدام کرد. دادگاه مرسی و 163 تن از طرفدارانش را در خیانت به دولت، جاسوسی برای کشور خارجی
و فرار دادن زندانیان در ماه ینور سال 2011 مجرم شناخته است. یک نماینده پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان و 2 شهروند این کشور روز 17 می در پی حمله یک هراس‌افکن خودکش به خودروهای نیروهای امنیتی خارجی در نزدیکی فرودگاه بین المللی کابل کشته شدند. آژانسی مبارزه با فساد چند تن از مسئولان بلندپایه کمیته مالیات را در دوشنبه بازداشت کرده است. بنا به اطلاع و خبرگزاری آزادگان، بازداشت شدگان رئیس اداره مالیات ناحیه فردوسی و 2 همکارش هستند که روز 15 می دستگیر شدند. روابط عمومی آژانسی مبارزه با فساد از افشای جزئیات این بازداشت خودداری کرد. تفصیلات بیشتر خبر داده می شود. دادگاه ولایت خبرافسک شهروند تاجیکستان عزت الله نعمتов را به جرم کشتن صاحبکار محلی ولادیمیر فوکالوف و یاور او دمیتری بالشاکوف به 22 سال زندان و پرداخت 2 میلیون روبل به دختر صاحبکار کشته شده محکوم کرد. خود عزت الله نعمتov در دادگاه گفته است که او را وادار به اعتراف گناه کردند، ولی دادرسی آن دادگاه گفته است در جریان مرافعه این ادعای نعمتov ثابت نشد. امروز فارسی زبانان جهان زادروز حکیم عمر خیام، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و رباعی سرای به همتا را گرامی داشتند. چنانچه در تاجیکستان تئاتر اهارون به مناسبت روز بزرگداشتی آن فرزانه نیشاپوری نمایشنامه آشوب خیام را اجرا کرد. نقش خیام را در این نمایشنامه خود کارگردان غنی جان عالمov آفریده و دیگر نقشها را هنرپیشه های جوان این نمایش سرا از آن جمله اردشیر محمدov بازی کردند. گرچه پایگاه علمی حکیم عمر خیام برتر از جایگاه ادبی اوست و لقبش حجت الحق بوده است، ولی اکنون جهانیان او را بیشتر چون رباعی سرا می شناسند. یکی از برجسته ترین کارهای علمی خیام اصلاح گاهشماری ایرانی در زمان وزارت خواجه نظام الملک در دوران سلطنت ملکشاه سلجوقی است. زیج ملکشاهی که خیام در سال 1079 آماده کرده بود تا کنون یکی از دقیق ترین گاهشماری های جهان است و در ایران و افغانستان رسما به کار می رود. برنامه امروز به پایان رسید. خدا حافظ بینندگان گرامی. پیروز باشید.